راه در کجاست؟ من یافتم. گوش میکنم. چی میخواستی برادر؟ کمی پیشتر از اینجا یک ماشین سیاه گذشت، ندیدید؟ من ندیدم. شما ندیدید؟ نه ندیدیم. مایلش سلامت باشید. برای کار. سلامت باشید. برای چی سرکشی میکنی؟ یکون بار خونت رو نگرفتند. عیناً همین طور تکرار میکنند. من هم همان رو گفتنیم. یک بار گرفتند. برای چی تکرارم میدهم؟ من کم خونم. از هوش میروم. خانم گوش کنید. خونی بسیار نمیگیریم. کمتر میگیریم تمام. تو از من خوبتر میدونی؟ از هوش میروم گفتم. برای چی من رو نمیفهمید؟ از سرم تو خورده شده است. از سرم. پینور. پینور. خانم. پینور جان. خانم خوب هستید؟ با خود بر در داخلش چقدر حجت‌های لازمه باشد تفتیش کن. اگر یگان چیزی افته به من خبر ده. شب یا روز فرق ندارد. درحال خبر ده. خوب شده است جناب. نگران نباشید. دلیل است برای پینار. پگاه چه شدنش معلوم نیست. خانم پینار. خانم خوب هسته؟ خانم خوب هسته؟ تو چی کار کرده صدایی؟ پینار
چیکار کرده ایستادی میدون؟ ای من غم جان خودم رو میخورم. تو فکر گرفتای خونی برام جان اینجا شین فقط خونت رو میگیرن خلاص. اکنون خونتان رو گرفتن میتوانیم. خوب نیستم میگویم آخر رفته دستوریم رو شسته به خدایم. ببخشید از کجا میدونستم که این خیلی میشود؟ مهم نیست. واسه ما همین است. با این خیلی انسان ها بسیار روبرو میشویم. یعنی چه خیلی؟ آنها هم از شما بهانه میکوبند. از خودی میگریزند. فریده به خود بیا. خدا را شکر خوب هستی. من حاضر تو رو با کجا برم؟ فهمیدم به خانه در یهود بوده آسیه. بیا مژده فریده مرده است. مرده است؟ رفته یک بار بین شاید نمرده است. تو مگر دیوانه هستی؟ مرده رفته است میگویم. تو گفته مرا اجرا کن. آدم هایت رو فرستم یگان کار کرده آتش رو خاموش کنم. چی مسخره بازی میکنی؟ مگر این لختک بازی است؟ گوش کن به من درس ندی فهمم. چیزی که گفتم همه رو اجرا کن. به من خون لازم است آخر. احمقا شیشه خون رو غلطاندن. حاضر باشد از نو خون سپردن لازم. از دست من چی میآید؟ با بهانه کردن جانت خلاص نمیشود. رفته خونت را سپار. بعد چی میشود؟ بعد یکم علاجش رو میابیم. زود رفته سپار. چی؟ من رفتم میبینم. بینار خوب هستی؟ خانم آسیا من کمی بیمارم. از هوش رفتم. خود رو خوب حس نمیکنم. التماس زودتر باش. آمدم. من که از این طور خلاص میشم.
در کجایی؟ در کجا شده میتوانم باز در خرید کنی؟ چه خرید کنی؟ حالا وقتی خرید کنی است. به تو همین خیلی گپ زده بودیم. خودت نگفتی که خورده گشتنگیر اوسیا پرداخت میکنه؟ زود به اینجا بیا. اگر نه حسابت رو پرداخت نمیکنی. تو در کجایی؟ در بیمار خونه. اوسیا تحلیل خون کردن میخواد. خیر چی؟ مگر خودت تحلیل دین کارو نمیخواستی؟ اوسیا رو خودت به اونجا نبردی؟ خیر یک خطا کردم. کارها برعکس شد. حاضر تو یگان کار کن. به اوسیا زنگ زده اون رو به نزد خودت بریار کن. به اون هم به تو کسی باور کنه گناهگار است. سرم را در بالا ماندی پینا در بالا. از برای خدا زود باش آخی. نه جانم به هیچ کس زنگ نمیزنم. تو را باور کردم سرم در بالا ماند. خدا چارت را دیدنگیر من هیچ کار کردن نمیتوانم. حالا همین خیر بود. من از این مشکل خلاص شدم. با تو دیگه خیلی گپ میزنم. خدا عجب و این رو تکرارا میگرفته باشم. خداوندو که این همه به آخر میرسد مانده شدم آخر من. آمدم. خدای خدا. تمام جانم آمدم. عصبهایم خراب شد. برای چه عصبهایتون خراب میشود؟ زود باش به تو میگویم. مایلش عصبی نشوید. آمده بیو گذاریم. کدام دستم رو کشویم؟ دهانتون رو کشوید. سلامت باشید. چه یعنی این چی بود؟ بعد یک هفته جواب تشریف رو میگیرید. نفهمیدم یعنی چه خیل؟ آن همین خیل. خیر است کمال؟ با من یاریدید خالای سنبول زودتر باشید با پیش یک بیمار می روید. چه بیمار؟ از سوختار نجات دادم. بیچاره سوختار زیاد نبود اما با خود نمی آید. این خیر باشد برای چی به دکتر نبردی؟ خاله یا این کیه؟ از برای خدا مانید سوال دیگی را کمک کنید زودتر رفتنمان در کار احوالش خوب نیست. چیزا شب جزدانم را گیرم؟ مایلش خانم موسیقی کار داشته است مرا در بینی راه پرتفته رفت. تو چیکار کرده صدای در شرکت هستی؟ خب مرا انتظار شو زود می آید. آخر گپ زدنمون در کار است. ها نگفته نماند. دیس رو چیکار کردی؟ گرفته توانستی؟ بله گرفتم. خب در حال شکسته پرتم. مایده کردم حتی ذره هاشم نمانده است. ها کاری خوب کرده ای. مایلش بعد گپ میزنیم. رفته با آسیا میگویم که این فایده دخترمان است. خانه ایهان ایلماز همین است؟ بله ایهان ایلماز منم. باید با ما به شعبه پلیس رویم. شعبه پلیس؟ بله بیایید میرویم. کدام از اومدنشان نگو؟ با خدا نگو. ها اومد. خانم پینار چی شده؟ باید با ما شعبه پلیس رویم. سببش رو در شعبه خواهیم فهمید. خوب برای چی بودنش رو فهمیدم میتونم. ما رو مجبور نسازید خانم. بیاید روید. با آقای تیمور گوید زود از پسم باید. خوب شده است خانم. شود اومده ایستادم.
با تیمور گپ زدم. واقعی انگشتری رو به او هم گفتم. حیران شد. من هم همین خیل. هم حیرانم هم در فکر موندم. اگر پینور دخترم نباشد پس کیست؟ اون آدمانی که در خانه هم کیستن؟ به هر حال بعد یک هفته همه شبهه ها روی آب میبراید. این کنه های خونمک هم گم میشوند. هم از خانهتون هم از زندگیتون. اگر پینور دخترم باشد چی؟ هیچ باوری هم نمیاد. یعنی بعد آن انگشترین رو یافتن هیچ امکان ندارد. به هر حال خودتون رو به دست گیرید. همه این رو یک جای حل میکنیم. با هم؟ شیمانم. عذر میخواهم از شما برای کارهای گذشته. اگر شما رو تنها نمیگذاشتم این کارها یگان تش نمیشد. نمیدونم با اون خونه چه خیل برویم. برای پینور چه خیل نگاه کنم. چی گویم؟ این خیل باشد به خانه نروید. تا جوابی تشخیص برآمدم به یگان جای دیگه روید. اینی حال به یگان جا رفتن نمیخوام. اما جون شرط نیست برای یگان راهی دور روید. بعد های جمهوریت روید. رفته در خانه دهات بودمون استراحت کنید. عصبیتون آرام میشود. نمیدونم. در اصل همش خوب میشه. با من گوش کن. برای چی ماشین دور در دوری موندی ها؟ اینجا خانه ای کی؟ یا اینکه یه کاری نسایم کرده شده ها؟ تمامه. میرویم شوز کنه اینقدر سر و سیما نکن. خدا تو مرا اینجا انتظار شما در حاضر. خدا باید خودت بسور هستی. موضوع هستیم مگر چه میدنوی به خونه ناشناس. خدا ایسون بود قربانت جانم. حیات نجات میدیم حیات. دروی زود این خانه از اونی همین زن است. خدا ایسون بود. خدا ایسون بود باز کنید گفزنی را. زودتر بیایید زودتر. بیایید جانم بیایید. آهسته بیایید. انا حاضر. دروید. حالا این بیچاره رو بین.
کی این کار را کرده است یا اینکه خودت کرده یا؟ خدای سنبول من این کار را چخیل میکنم برای نجات دادن میآوردم شما را. انشالله سرم در بلا نمیماند. برای من یک سنگ تازه در کار، دارو تیار میکنم، چند پرچه لطه تازه در کار. من اینها را از کجا میابم؟ از کجایی میابی افتن گیر. زود باش رفته از یکانجا بیا. لیکن زودتر باش. از کی باز فریده فیگل ایجانانشین تو میباشد؟ با فریده چی شده است؟ تو به سوالهایم جواب ده. تقریبا 2 هفته شده است. آقای مأمور چی شده است؟ با فریده یگون کار شده است. برای چی یگون کار باید میشد؟ یا اینکه یگون کار شده است تو از ما پنهان میکنی؟ از برای خدا گپ زنید مأمور، چی شده است با فریده؟ چی گفتی؟ دخترم گفتم. من او را به جای دخترم میحسابم. شما مرا مانید و از برای خدا با فریده چی شده است همان رو گویید. نه صوبیون خوب شده است. فریده فیگل 2 روز بود به نام نشان است. آخرین بار از خانه تو برآمده است. من ندیدم. برای چی؟ چرا اون روز در خانه نبودی؟ تمام این روز در خانه بودم. شب به بیرون برای هوای تازه گرفتن برآمدم. ممکن همان وقت آمده باشد. اون روز تقریبا در کدام ساعت ها در کجا بودن از را تخمین کرده میتوانی؟ شب برای پیاده‌گرد برآمدم. ناگهان از هوش رفتم. چشمانم را گشاده دیدم که در بیمارخانه‌ام. به خانه‌ام امروز آمدم. به هوای تازه گرفتن برآمدی که از هوش رفتی، همین خیال؟ من کسری سرطانم. شما مرا مانید. گپ زنید به فریده یگان واقعه شده است. شد شما آرام شوید. نام اون بیمارخانه را گوید ما رفته تفتیش میکنیم. خدا از تهمت نگه دارد. در این ساعت من با اون زن چیکار دارم؟ آخه زندگی و دیگر غمودن داشت دیگر. برای غیبت کردن آمدیم و شوهرت زنگ زدن و میترو داده است. بله میده. مرا از خانه پیش کردن، از دستش چیزی کویت کردن میگیرد، تهمت میکند. گفته از مرا نجات ده، از پسم میبوشند. از پسش میبودم اینجا چیکار میکردم؟ چی علاقه داری تو با این زن؟ گپ زن. به من گوش کنید. شوهر این زن با من عاشق است. خانه‌دار میشه. گفتم مرا فریب داد. بعد کودک رو در دستم دادن. هر دو ما رو با کوچه پرتافت. و بعد من خانه‌دار شدم. برای خودم یک حیاتی نو آغاز نمودم. اما آنها هیچ مرا به حالم نگذاشتن. مرا گوش کنید. اگر حالا هم با این زن دشمن می بودم اجازت نمیدادم که در خانه مادرم کار کند. در خانه مادرت کار میکند؟ بله، خدمتگار شده کار میکند. غم کودکایش را میخورم. دلم نمیشود که از خانه پیشش کنم. کاش غم نمیخوردم و به این حال نمیرسیدم هیچگاه. آخر این اولین بار نیست که از خانه گم میشود. دم به دم از خانه گم میشود. اینها کار دیگر ندارند. در حال به شعبه پلیس مراجعه میکنم. گفتن هم نمیخواستم اما این زن عادت دوستی هم دارد. تمام خود را بیگناه شماریدید که رفته از اتاق یک ورق گرفته بیار. تو در حقیقت دختری منی یا نه؟ دیلک کارهایت را مانو و بلو بر اومده لباسهایم رو تیار نما. به خانه در دهات بوده میروم. فهمم خانم استاد آنجا بسیار میستید. نمیدونم، یک چند روز به فکرم. یک چیز میپرسم، از فریده یگان خبر نداری؟ نه، در فکرش هم نبودم. به سرش یگان بلو نآمده باشه. خانم استاد یک چیز میگم قهرتون ناید. شما با اون قدر مهربون هستید یگان گناهش رو نمیبینید. حاضر پول رو گرفته گریخته رفت.
پیش از این چند کار دیگر افته بودم با من باور نکردی. در اصل با تو باور کردن لازم نیست. این دفعه به گفته فریده میکنم، برای آن که قلبم میگوید که فریده خطا نمیکند. خودتون میدونی. صبر کن دخترم، خوب میشوی. من تو را تبابت میکنم. صبر کن دخترم، صبر. همش میگذرد دخترم. خوب میشوی، صحت میشوی. طاقت کن دخترم، با رازگی خدا صحت و سلامت میشوی. چیکار کردیم؟ با صاحب خانه گپ زدیم؟ بله گپ زدیم. بیاناتش رو گرفتیم. برای چی؟ یکم چیز رو نمیدونست. وقتی گم شدن همسرتان شب را در بیمارخانه گذراندند. بیچاره خطر سرطان بودند. فهمو. دیگر چی؟ انتظار شوید، حاضر میبرم. فریده چیکار کردی؟ من یکم کار نکردم، تو خودت همه کار رو کردی. فرزندان رو نگیرد گفتن خواستی جدا شوی، باز چیکار کردی گپ زدن؟ هم خودت و هم زنت دروغگو هستی. خیر باز چی رو دونیستن میخواهی؟ فریده دروغ نمیگوید، گفت که مرا تهدید میکنه و نامی تو رو به زبان آورد. تو هم باور کردی هم؟ اول به من نگاه کنم بعد به خودتون. برای چی من به شما تهدید میکردم؟ زندگیم زندگی شاهانه است. یک شرکتی بزرگ در تگ دستم. چی خیلی که خواهم همون خیل رفتار میکنم. لقمه میخوردگیم به شما خوب میگذارد. یک بار به خودتون نگاه کنید چی دارید که حتی اون خونه هم از آن خودتون نبوده است. همسرت خدمتگار، خودت یک بیکار خوجه. شما با من برابر نیستید. یک طرفیز اثری رو هم با کجا میروی؟ تو چیکار میکنی؟ تو چیکار میکنی در اینجا؟ با توی سوادی هم؟ بله سواد میدی مادامی که پدرت هستم. به من نگاه کن، هر دوی من دروغ بودن این کار رو میدونیم. نه من پدرت هستم و نه تو دخترم. فهمیدی مرا؟ اکنون با یکون خلاصه بیا. رو از اینجا.
خودتون رو بیهوده عذاب ندید. خانم آسیا میداند همه چیز رو. به خانم آمده انگشترین رو آورده است. حاضر رفته همه چیز رو به آسیا نقل میکنم. دانن که تو دخترش نیستی. منو فهمیدی؟ اینار سوار شو. خانم آسیا، جامدانتون رو به ماشین میبرم. باز یگون چیز دیگر لازم است؟ مایلش بعد لباسهایم رو عوض کرده خودم هم میبرویم. خوب شد است خانم. یک بار همشون با بالای سرم برآمدن. آسیا از یک طرف، ای هم و شرف از طرف دیگر. اشیر باشد از فرصت استفاده میبرم. مقصد آن نیست که کسی چیزی گفت یا نه. مقصد اینه که آسیا نفهمد. زودتر حرکت کن، بر وقتتر به خونه رسیدنمون در کن. ای هم آمده آسیا رو به یگان جا بردنمون لازم است. تا کی راهی گریز میجوییم. یگان راهی حلش رو یافتن در کار. کاش که میمرد. بعدی مال و ملک رو به ناممان گذراندن مراد. برای این کار رو حل کردن یک تعطیل دراز مدت لازم است. اول این کاری امروز رو یک طرفه کنی، بعد من آن رو به یگان تعطیل خوب روان میکنم. خوب شد که زنگ زدی اشیل. من هم به تو زنگ زدن میخواستم. من قرار دادم که به خانه بیرون از شهر بوده روم. در شرکت بعضی کارهای مهم حل نشده ماند. تو آنها رو حل کرده میتوانی؟ خوش آمدید خانم. مادرم در خانه است؟ بله در خانه است. آمد. تو رو نگذار به خانه دارد. من باشم مادرم رو به گپ میگیرم. خانم آسیا نیست گوی. خوب شده. از ما چه میخواهی؟ چرا از پشتمان آمدی؟ یک طرف ایستید. خانم آسیا رو فریاد کنید. از دهود که آمدم با تو صحبت میکنم. میشه دهود؟ کی به کجا میرود؟ چی گپ است؟ یعنی با کجا رفتن تو رو نگفته. در تعجب موندم، برای همین پرسیدم. جانم قرار دادم که میروم 3 روز نمیشوم، شاید 1 هفته نباشم، نمیدونم. کمتر عصبهایم رو میخواهم آرام کنم. تو مرا میفهمی؟ نمیشم. با تو چی شد پینار؟ یعنی برای چی مانع میشوی؟ ماشین انتظار شدن گیرد. با یگان جا نمیروی. تو چی ها میگویی؟ شما رو با یگان جا رفتن نمیمونم. گم شو از اینجا. بار دیگر تو را دیدن نمیخوام. یا اینکه چی؟ در رو محکم کن. با دقت باش و داخل نگذار. به هیچ کجا نمیروم. در اینجا انتظار میشوم. البته میبرد خانم آسیا هر جایی که باشد. گفتم نمیروید. من خودم تنها در این خونه کنو چی کار میکنم؟ میترسم و هم شما رو یاد میکنم. بینار دیوانه شده ای تو چی کار میکنی اینجا؟ در راه بود، ناگهان مرا دیدن تا خونه آورد. گفتم به خونه در یک قهوه نوش بعد میره. بله. مادرم به دهود میرفته است. اگر حالا ما نمی اومده خبر نداده میره. تو چه ها میگویی؟ به شما چی شده است؟ فکر میکنید که من به خارجه میروم؟ از استانبول 2 قدم راه است. من کودک نیستم که چی دخالت میکنید؟ سرم گرم شد. با اجازت شما میروم. چی میخوای برادر؟ با تو نگفتم که رو از اینجا؟ تنها یک چیز رو میپرسم. خانم آسیا در خانه است؟ رو از اینجا. سری مرا در بلا نمون. یگان کس آمده بود؟ از پاستا آمده. مادر جان نروی دخیر. پینار بس بودگیست. یک طرف ایستم. راه را تعمیر کرده ایستادن. برای همین نباید نگوید. بله راه را تعمیر میکنن. حتی ما هم با ماشین آمده نتوانستیم. برای همین ماشین رو در دوری گذاشتیم. با شما چی شده است امروز؟
مایلش تیمور به این طرف میرم. یکم کار کن اوخیر. ماهی سفید من شما رو پس مان میشنم. چرا ایستاده ای؟ ماشین رو با پس خانه بیار. با پس خانه؟ بله زودتر. مرحمت. تشکر. اشیل زنگ میزند. وقتش رفته است. دیلک با من یک آب بیار. از گپ زدن حلقم قاق شد. زودتر. رود نگفته. در آخر جای رفتنش رو یافت. دهات رفت. اگر از نزدی خانه سوزونده اما گذاشته بینه چی؟ کنار من نمیدانم. به من سوال دادن را بس کن. مرحمت. در اصل میدانم. با یگان ماشین سوار شده از پسش میروی. فهمیدی؟ چی؟ تنها نماند میگویم. گوش کن. در نزدش ایستاده مانعی آسیه میشوی. اجازت نمیدی که به یگان جا رود. نگذار که به کسی واخورد. هر یک قدمش را نظارت میکنی. فهمیدی؟ تیمور چخل مونیه یک زنی کلان شد. از دستش گریسته به تماشا برم. یک نام دور رو میدیم. وقتی رفتم اون را گیر از اون کار میبرایی. الو آقای یوسف، شما در دهات هستید؟ فهمو حاضر به خونه رفته آتشدان رو درگیرانید. بله چند روز میستم نمیدانم. خرید هم کنید. مینش من در راه آمده ایستادم. خدا یک دو چیز یافتم اما من نمیفهمم. کنی بینه در کاریست. این مرهم یاردم میکند. دردش رو میگیرد. یاردم میکند تا پگاه یگان دردش باقی نمیماند. بسیار نسوخته است. کمی از گرمی دستیده است. انا از این 6 ساعت پس یک تاگی خورد. بخیر است خدا. بالای سرش نمیسته و رود و احوالش بد شود. گرفته به دکتر بر. من میروم. در خانه یک کسی بیگانه ایستاده نمیتوانم. از دستم آمده رو کردم. دیگر نمیتوانم. خدا ایست. من تو رو میبرم. ایست. در این وقت ماشین را از کجا میابی؟ ایست و میبرم. دیگر وقتی ایستادن نمانده است. آقای امیر وضعیتش جیغ است. باید زودتر جراحی گذارم. امیر از برای ثواب به این کار اجازت نده. فرزندان نمیمیره. مجبور هستیم عثمان. از برای ثواب خودت رو به دست گیر. من برای جراحی راضی نیستم. این کار رو برای هر دویمان کن. برای هر دویمان. تو یکم چیز شود من زندگی کرده نمیتونم.
خودت رو و هم مرا به خطر نرسون. مایلش یاسومان، مرا نرنجون. امیر یاسومان خوب است. خوب نیست اکا و جراحی در آوردند. من چیکار میکنم؟ فرزندانم را محافظت کردن نتوانستم. میتوانی یاسومان، اصلا حاضر میتوانی. جراحی کردنمان رو نمیخوایم اما مجبور هستیم. خدا دیدی که حالا دور بودنت با یکون کس فایده نداره. کار طرف بد شده افتاده است. اگر یک رازی کردن گیری پیش است باید خودت را از دست میدی. بیا کن برو باش. خانم همشیره، یک التجا میکنم از شما. ببزن یاسومان. من این جراحی رو یک جای با فرزندانم میگذارم. خوش آمده. خوش باش. دری باگاج رو شده جامدانها رو گیر. تیار کردم لیکن تیرزه میمونخانه شکسته است. من نام آمده دیدم. در حال استا رو فریاد کردم. آمده دید و تیرزه رو عوض کرد. دوز ندر آمده باشد؟ نه، خانه رو تفتیش کردم. نه یگون کس در آمده است و نه بر آمده است. و فکرم این کاری کودک است. فهمو بخیر است نشان. با یختان یک دو چیز گذاشتم. اگر خواهید خطیچه رو روان کنم برایتان یگون چیز تیار کنم. سورپریز. در حقیقت سورپریز است. خوب هستی؟
میدارم ایستانم گریز تو را میدارم باز نرفت کنی دار ایستا های تو را میدارم نگریز ایستا تو را میدارم نگریز بچه ها دور نروید گفتم تو را میدارم نگریز نفتید مادر اینجا بیا مادر جان ما رو تنها نگذار مادر من اینجا بیا اومده نمیتوانم آخیر مادر جان ما رو تنها نگذار ما رو تنها نگذار مادر جان ما رو داره نده دستم را التماس میکنم ما تنها نگذار فاضل بیاید بیا لطفاً بیاید مادر جان خزه در درختان اینجا بیاید التماس مادر جان بچه ها نروید التجا میکنم نروید مرا تنها نگذارید حاضر میایم راه میگردم هیچگاه شما را تنها نمیگذارم چرا اینقدر دراز دوام کرد؟ باید من یکم کار نشده باشد. خدایا طاقتم تاق شد. پسرم، ما انسانی عاجز. به هر کار صبر کردنمون لازم. باید دعا کنیم. فقط از خداوند مدد طلب میکنیم. خداوند عزیز و مهربان است. زنده ماندن نماندن یاسمن را خداوند خودش میداند.